سلام دوستان، سلطانیان هستم و خوش اومدید به این ویدیو. امروز در خدمت شما هستیم که با این ویدیو بهتون آموزش بدیم که چجوری با ترکیب هوگماینر اتک بزنید. خب ترکیب رو نگاه کنید. 3 تا اسپل ریج، 2 تا اسپل هیل، 2 تا آیس و یه دونه سم، کلنکسه هم 9 تا هوگ، ماشین معاصره و ترکیبم که ملاحظه میکنید. خب بریم شروع. یه دونه تن 13 مکس پیدا کنیم. لیگم بالاست، یکم سخت پیدا میشه. یه دونه مپ خوب پیدا کنیم و قدرت هوگماینر رو بهتون نشون بدیم. این مپ خوبیه، این مپ فوق العاده قدرتمندی. ما کینگمونم تو آبه ولی مشکلی نیست، به عشق شما میزنیم. ترکیب هوگماینر رو باید از طرفی شروع کنید که بتونید تانها رو حریف رو بزنید، یا حداقل چیزی بزنید که برای هوگماینر مضره. اینجا به راحتی میتونیم اسکدر شات های حریف رو بزنیم، ولی باید خیلی حواستون باشه چون جارو و وایا رو به این طرف هم خیلی اذیت میکنه. از بالگانتون مدام استفاده کنید تا تله‌های مسیر رو خنثی کنید که به هیلرها ضربه نزنند. از زیوی دراگوناتون برای پاک کردن اطراف استفاده کنید که کوین به داخل مپ حریف بره. از وال بریکراتون هم واسه کوین استفاده کنید. خیلی مهمه کوین نمیره این وسط، حتما باید از اسپلای ریجتون استفاده کنید. ما اینجا وال بریکرمون تموم شد و کوین به داخل نرفت، ولی اشکال نداره. خوب یاد بگیرید که این نیروها رو در چه راهی استفاده میکنید. هدانترها برای شکار قهرمانا، بیبی دراگونا 2 تاش واسه پاک کردن مسیر اطراف کوین و 2 تاش هم نگه میدارید که آخر سر اگه وقت کم اومد استفاده کنید. بالونا هم برای پاک کردن مسیر کوین و والبریکرا هم برای باز کردن مسیر کوین که به داخل بره. باید سعی کنید والبریکراتون رو جوری استفاده کنید که به جایی که کوین میخواید بره. با بیبی دراگوناتون هم یه چند تا ساختمون اطراف اون جایی که میخواید کوین به داخل بره رو بزنید که کوین به راحتی به داخل بره و مپ دور نزنه و تک خراب شه. از اسپل های هیلتون هم واسه هوگماینر استفاده کنید، واسه چیز دیگه استفاده نکنید. پس شد چی؟ حتما کوین باید تانحال حریف رو بزنه که اینجا نزد ولی مشکلی پیش نیامد. ممکنه مشکل پیش بیاد اگه نزنه. تانحال حریف برای هوگماینرها خیلی مضره. وقتی اون بمبش میترکه همه هوگماینرها میمیرن. اگه هم نتونستید بزنید حتما قدرت واردن براش استفاده کنید. خب همونطور که دیدید این مپ سختم بدون قدرت کوین و یه دونه اسپل سم و یه دونه اسپل ریج 3 استار شد. حالا ممکنه بپرسید که کوین شارژ رو از کجا شروع کنید.
کوین شارژ رو بهتره از طرف تانها شروع کنید که تانها حریف رو بزنیم. باید یه چیزی رو بزنید که واسه اوگماینرها مضره. من اونجا اسکلشات ها رو زدم. اونجا اسکلشات خیلی واسه اوگماینرها مضره. اونو زدم و اتک به راحتی 3 استار شد. اینجا ما کینگمونم تو آبه، یعنی خیلی بهترم میزدیم. بریم اتک بعدی. اگر تا آن حال حریف یه جوری بود که قابل دسترسی نبود، نمیتونستید با کوین شارژ بزنید، سعی کنید ایگل رو بزنید یا همون توپخانه عقاب رو. ولی خب اسکدر شاتا جفتشون رو بتونید بزنید به ایگل میارزه یا چند تا اینفرنو مالتی. این ترکیب اوگماینر واسه اینفرنو تکی بیشتر جواب تا مالتی، چون مالتی به اوگماینرها دمیج زیادی میدن. ولی خب اگه حرفه‌ای باشید میتونید مالتی ها رو هم 3 استارت کنید، هیچ فرقی نداره. این ترکیب تو تان 13 به شدت قدرتمنده. تو تانهای بالاتر هم خیلی خوبه، قابل ارزیابیه. ممکنه ببینید که مثلا یکی با اوگماینر اتک میزنه، یکم ترکیبش متفاوته. مثلا یه دونه بیبی دراگون داره یا یه دونه هدهانتر داره. من این ترکیب رو خودم چیدم برای مپ‌های سخت. ولی خب میتونید نسبت به مپ حریف، اگه تو وار بود مپ حریف رو دیدید اول، یه چیزای تغییر بدید. ولی خب در کل یکی هم فرق زیادی نداره. خیلی مهم از بیبی دراگوناتون به خوبی استفاده کنید تا کوین به داخل مپ بره. و دقیقا از اون جایی که کوین رو میندازید اوگماینراتون رو نندازید، چون که هیلرها به طرف اونا میرن و کوین این بر میمیره. باید یکم فاصله بین کوین و دیگر نیروهاتون باشه تا هیلرها به طرف اونا نرن. خب اینم یه دونه تانه 13 مکسه. تو این مپ باید سعی کنیم از طرف ساعت 6 شروع کنیم. کوین به همراه یه دونه بالون واسه محافظت از هیلرها و هیلرها رو میندازیم. چند تا والبریکر برای باز کردن دیوار و بیبی دراگون برای پاک کردن مسیر کوین. حواستون به کوین باشید، همین از یخاتون واسه این فرنهای تکی استفاده کنید. و مدام از بالوناتون برای محافظت از کوین استفاده کنید. اینجا یه دونه اسپلر رایج بزنیم که دیوار نابود بشه. والبریکر کم داریم. باید اسکلت اومد بیرون پسر. چهار تا ایکس رو کوین زوم کردن. این اسپلایرهای چمش واسه کوینه، نگران نباشید. این ویلتی کوین هم داریم، هیچ مشکلی پیش نمیاد. از این ور ماشین اونو پیاده میکنیم به همراه اوگماینرها، گرند واردن، رویال چمپیون. از اون ور ویلتی کوین رو میزنیم. از هیل هاتون واسه اوگماینرها استفاده کنید که نمیرن وقتی رفتن روی جاینت بوم یا یه دونه اسکدر شاتی چیزی زد روشون استفاده کنید. اینجا من ویلتی واردن رو برای محافظت اوگماینرها در برابر بمب تاور زدم. بمب تاور مضر واسه اوگماینرها، بمبش خطرناکه.
این بیبی دراگون هم همونطور که گفتم واسه اینکه وقت کم نیاد استفاده میکنیم. اطراف مپ رو برامون پاک کنن. کنترم بندازیم اینجا. ناشرم کوین مورد ولی مشکلی نداره، تا آخرای اتک دووم آورد، دمش کرد. اگه کوین بمیره یا به داخل مپ نیاد ممکنه اتک 3 ستاره نشه. حتما سعی کنید به داخل مپ بیاد و نمیره. نم خلاصه ترکیب هوگواینره، میتونید به راحتی یاد بگیرید، باش بزنید. خیلی ترکیب خوبیه. واسه تان 12 خیلی جوابه، تان 11 12 13 هم خیلی جوابه. همونطور که دیدید 2 تا مپ مکس تان 13 خوب و 3 استارت کردیم. دوستان اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. کانال ما پر از ویدیوهای کلاشی که من به دردتون میخوره اونا رو نگاه کنید. تا ویدیو بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.